سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز پنجشنبه 11 سپتامبر همراه شما. قرار است فردا روز 12 سپتامبر در پایتخت تاجیکستان نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای آغاز شود و مقامات تاجیکستان به قبول مهمانان شروع کردند. در این نشست رئیسان جمهوری تاجیکستان و چین، روسیه و ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان شرکت می‌کنند. نشست مذکور در حال صورت می‌گیرد که مناسبات روسیه بنابر عملکردهایش در اوکراین با کشورهای غربی بد شده است و روسیه رو به آسیا آورده است. رهبران ایران و مغولستان نیز در دوشنبه هستند و در حاشیه نشست سران با رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای ملاقات می‌کنند. ایران و مغولستان و پاکستان و هند و افغانستان مقام ناظر در سازمان را دارند. در نشست مذکور به مسئله امنیت در منطقه و اخراج نیروهای خارجی از افغانستان توجه خواهد شد. مقامات قرقیزستان گفتند یک شهروند تاجیکستان را که می‌خواست به فلسطین رفته و به قول خودش جهاد کند در فرودگاه شهر اوش دستگیر کردند. به قول مقامات کامل رحمتوف ساکن 45 ساله ناحیه سپیتامن بلیط ترکیه را داشته و قصدش برای جهاد در سرزمین‌های فلسطینی را پنهان نمی‌کرده است. زمیر صدیقوف سخنگوی ریاست امور داخلی شهر اوش بر رادیو آزادی گفت کامل رحمتوف بامداد 11 سپتامبر دستگیر شد. При задержании он не скрывал свои намерения. Он намеревался полететь в Турцию и дальше в Палестину, чтобы на стороне палестинцев воевать против израильтян. Скорее всего, считаем, что он действовал тут не один. Думаем, что у него были сообщники. با گفته مقامات قرقیزستان این شهروند تاجیکستان 4 فرزند داشته است و قبلا او را برای اوباشی در تاجیکستان جزا دادند. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند 2 سرباز روس را که به قتل بیرحمانه رحیمجان تشبوف ساکن ناحیه رودکی متهم میشوند به بازداشتگاه در دوشنبه آوردند. یک منبع در شنبه امور داخلی ناحیه رودکی روز 11 سپتامبر به رادیو آزادی گفت ایلدار سخاپوف و فیودر باسیموف سربازان پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان را روز 6 سپتامبر از بازداشتگاه ناحیه به بازداشتگاه ناحیه فردوسی بردند. سربازان روس به گفته مفتشان از رحیمجان تشبوف 50,000 روبل قرضدار بودند و برای برنگردانیدن قرض او را روز 18 آگوست به جای کمادم در ناحیه رودکی برده کشتند. جسد رحیمجان را با آثار شکنجه و گردن بریده روز بعد پیدا کردند. محسن محمدیف سرمربی دسته فوتبال تاجیکستان هیئت دسته جوانان سینشان تا 23 ساله را اعلام کرد که در بازی‌های 17 آسیایی رقابت می‌کنند. مسابقات فوتبال در چارچوب بازی آسیایی در شهر اینچونی کره جنوبی روز 14 سپتامبر شروع می‌شود و تا روز 4 اکتبر ادامه می‌کند. به دسته 18 فوتبال باز از جمله 2 دروازه‌بان و 3 حمله‌گر داخل شدند. منتخب فوتبال تاجیکستان در اول در گروه سی با تیم‌های عمان، فلسطین و سنگاپور نیرو می‌آزماید. و اخبار و ویدیوهای از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.